لیوناردو دیکاپریو، هنرمند معروف هالیوود و پرودیوسر آمریکایی، با نشر یک مراجعتنامه به عنوان رهبران 12 کشور جهان از جمله تاجیکستان خواست که برای حمایت از ببرهای برفی تلاش بیشتر کنند. او آخر هفته گذشته در صحیفه خیش در شبکه اینستاگرام نوشت نسل ببر برفی بنابر ویران شدن محیط زیست و برخورد نامناسب آدمان به عالم وحوش با سرعت محو می شود. لیوناردو دیکاپریو را در تاجیکستان بیشتر توسط نقشش در فیلم تیتانیک میشناسند، اما او طی سالهای اخیر بیشتر برای حفظ طبیعت اقدام کرده. سال 2014 فرستاده مخصوصی سازمان ملل در مسئله تغییر اقلیم تعیین شده بود. حالا او بنیاد را سرمایه‌گذاری می‌کند که به حمایت از ببرهای برفی تأسیس شده است. دیکاپریو از 12 کشور جهان خواسته است برای حمایت از ببر برفی اقدام سریع انجام دهند. مراجعت این هنرمند معروف در حاشیه برگزاری فوروم بین‌المللی حفظ ببر برفی و محیط زیست آن صورت می‌گیرد. این فوروم روزهای 24 و 25 آگوست در شهر بیشکک، پایتخت قرقیزستان برگزار خواهد شد. لیوناردو دیکاپریو از سران کشورها خواسته است تا نمایندگانشان در همایش بیشکک برای حفظ ببر برفی وعده‌های مشخص بدهند. او در مراجعتش اینچنین گفته است که دولت‌ها باید در حمایت محیط زیست ببر برفی نیز اقدام کنند، زیرا نجات نسل ببر برفی از آن وابسته است. برنامه گلوبالی حمایت از ببر برفی و محیط زیست آن میگوید در تاجیکستان از 250 تا 280 ببر برفی باقی مانده است و کم شدنش از کاهش تومه آن به مثل گوسفند مارکوپولو و بز کوهی وابسته است. گفته می شود سرشمار مارکوپولو و مارخور در تاجیکستان بنابر شکار گسترده کم می شود و برای ببر برفی غذای باقی نمی ماند. این است که ببر برفی مجبور می شود به مال و حیوانات اهلی حمله کند و دچار برخورد با آدمان شود. در سامانه این برنامه بین‌المللی نجات ببر برفی گفته می شود در نتیجه برخورد با آدمان ببر برفی نابود شده، پوست، دندان و استخوان‌هایش قاچاق می شوند. ببر برفی یا پلنگ شیرمال جانوری نادر است که شکارش در تاجیکستان ممنوع است. این جانور را به کتاب سرخ تاجیکستان داخل کردند.